هیچ موقع مجبور نشدن که قید و بندهای زندگی رو قبول کنن، تا اومدن درخواستی داشتن سریع بهشون داده شده. طلاهای زندگی این شکلیه. تو بزرگسالی انقدر خودتو مستحق میدونی که هر کاری دلت میخواد بکنی، فارغ از اینکه چه ضربه‌ای به یونیورس یا چه ضربه‌ای به خانواده یا چه ضربه‌ای به بقیه میزنی، چون خودت رو مستحق این میدونی که این کارو بکنی. فارغ از اینکه کاری که داری میکنی به خودت هم آسیب میزنه، قبول. اون نسبت به یه بعد دیگه زندگیه که چرا داری به خودت آسیب میزنی. قول داده بودم کلاس هر هفته 1 ساعت باشه. سبکای مقابله‌ای رو به صورت مختصر توضیح دادیم، تله ها رو به صورت مختصر توضیح دادیم. هر هفته روی یک طرحواره، روی یک تله میمونیم و با هم دیگه بازش میکنیم. بعد از این کلاس واقعا یک اتفاقی که میفته اینه که شناخت شما نسبت به زندگی، تحریفاتی که نسبت به زندگی دارین تغییر میکنه. بچه‌ها یعنی چی؟ من یه چارچوب، یه الگوی ذهنی دارم که از کودکی در من شکل گرفت و من فراموشش کردم، مثلا نمیدونم از کجا اومده. بعدش که میفهمم از سرکوب چه نیازی در کودکی من اتفاق افتاده، اون نیاز رو در بزرگسالی به خودم میدم. به جای اینکه خودم رو ببرم تو شرایطی که دوباره اون نیاز از من گرفته بشه و کار تکراری که در کودکی من اتفاق افتاده رو انجامش بدم، میرم خودم رو امن میکنم، میرم خودم رو ابراز میکنم، میرم خود ابرازگری یاد میگیرم، میرم امنیت رو یاد میگیرم، میرم تفریح سالم رو یاد میگیرم، میرم خودم رو امن میکنم. اون چیزی که در کودکی به من داده نشده رو خودم به خودم میدم، چون تنها راه شفای من دیدن زخم‌های منه، نه اینکه سرکوبش کنم. حالا توی لیستی که بهتون دادم میخوام جواب بدین آیا محدودیت‌های سالمتون رو، یعنی مثلا شما فکر کنید تو ریاضی بد بودین، پدرتون میگفته باید ریاضی فیزیک بخونی. خب بابا من مغزم، شیمی مغزم، مدل مغزم تو ریاضی بد بوده. آیا محدودیت‌های سالم من در کودکی پاسخ داده شده یا نه؟ آیا تفریحات من پاسخ داده شده؟ آیا من جایی مستقل و خودکفا برای خودم بودم؟ آیا من اجازه ابرازگری خودم رو داشتم یا کسی جلوی من زندگی میکرد که ابرازگری رو به من یاد بده؟ آیا من تو زندگی امنیت رو داشتم؟ آیا من در یک خانواده‌ای، براتون هفته دیگه بازش میکنم امنیت رو، آیا من در یک خانواده‌ای بودم که همیشه پدر مادرم یا در حال دعوا یا در حالت جدا شدن یا اعتیاد یا بی‌ثباتی در خانواده بوده؟ چه تاثیراتی رو من میذاره؟ اگه من تو این خانواده بزرگ شده باشم، اگه من تو خانواده بزرگ شده باشم که پدر من یه روز حالش خوب بوده، یه روز حالش بد بوده، بنا به نوع چیزی که مصرف میکرده یک زندگی بی ثبات رو من داده، یا یک مادر مودی داشتم که یه روز میخواسته بمونه، یه روز میخواسته بره. امنیت از من گرفته شده در کودکی، به یادش نمیارم، ولی اون خاطرات در درون من هست و من در بزرگسالی خودم رو در جاهای ناامن قرار میدم. هستی تو گروه، تا میخوایم امن کنیم تو جلساتت، تا بهت میگم این خونته، این زندگیته، این کارته، سریع فکری میاد که ناامن کنی خودتو. میگی میخوام برم اینم تجربه کنم، این بی‌ثباتیه رو میخوای تجربه کنی. بهت میگم زندگی همینه، مسیر همینه، راه همینه. قبولش میکنی، میگی باشه. یه هفته باهاش زندگی میکنی، بعد از یه هفته دوباره چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنی زندگی چیزی فراتر از اینه؟ نه. شناخت تو نسبت به زندگی اشتباه و بی‌ثباته. شناخت تو و عینک تو نسبت به زندگی امن نیست. ولی تو لایق امن بودنی، تو لایق امنیت داشتنی، تو لایق اینه که روتین داشته باشه زندگیت، بدونی صبح که بیدار میشی قراره چه اتفاقی برات بیفته. تو لایق این نیستی که هر روز با یه کوله این ور اون ور باشی. تو لایق این نیستی که بی سرپناه باشی. اون الگویی که در درونت شکل گرفته به خاطر رفت و آمد پدر مادرت رو رها کن. اون الگویی که همیشه فکر میکردی باید خونه امن باشه برای یک کس دیگه‌ای که در خانواده به هر حال دچار مشکل بوده و تو ناامن شدی در کودکی، تو اون نیازهات پاسخ داده نشده رو رها کن. تو الان بزرگ شدی، تو الان قدرت امن شدن خودت رو داری.
یعنی میتونی خودت رو امن کنی. نذار اون الگوی تکرار شونده هی تو رو در زندگی ناامن کنه. نه، اینجوری نیست. بهش میگم زندگی سالم چیه؟ خب مربی هم هست، خودش بلده. میگه زندگی سالم اینه. میگم خب تو از این زندگی سالم که همش رو داری، چرا باز احساس ناامنی داری؟ چرا باز احساس میکنی باید چیز دیگری باشی؟ چون این الگو رو داری، چون فرایند ذهنی تو عادت کرده به ناامنی تو و تو داری با این شناخت فکر میکنی، با این شناخت احساس میکنی، با این شناخت رفتار میکنی. درست شد؟ تو این کلاس داریم اینو یاد میگیریم. شناخت من درسته نسبت به زندگی. برای اینکه بفهمم شناخت من نسبت به زندگی درسته، باید بفهمم چه خبره تو درونم و چی داره باعث میشه شناخت اشتباه داشته باشم نسبت به زندگی. اوکی. کلاس خوبه؟ ترس از تنهایی، سرزنش، 36 سال توی جای اشتباه موندم. اشکال نداره فریبا، دیگه نمون. از این به بعد دیگه نمون. دقیقا همینه، تله رها شدگی زهرا. وگرنه به صورت ناخودآگاه اصلا من چرا باید تو زندگی دیگری، من این حس ترس از دست دادن تو من هست دیگه. اگه من بخوام رو راست باشم با خودم، از خودم سوال بکنم به خاطر این تله، به خاطر این حس ترس از دست دادن در تمام جنبه‌های زندگیم دارم چجوری زندگی میکنم؟ چجوری خودم رو امن میکنم؟ چجوری به زندگیم ثبات میدم؟ سیاوش کلاس دردآوری میشه. آره زهرا خیلی سخته، طرحواره من رو همیشه به هم میریزه. ولی فقط راهش رو بهتون بگم. بر اساس نوع در واقع کلاسایی که با هم داشتیم، انرژی درمانی که با هم داشتیم، یادتون باشه ما فقط داریم این شیشه عینک رو تمیز میکنیم و لحظه که داریم شیشه عینک رو تمیز میکنیم، چون چشممون نمیبینه بیرون رو، فکر کنید یه فردی که عینکیه داره شیشه عینکش رو تمیز میکنه، اون لحظه چشمش بیرون رو نمیبینه، یه ذره اذیت میشه، یه ذره به هم ریختگی براش به وجود میاد. ولی باور کن عینک شفافه به تو دید خیلی بهتری تو دنیا میده. علیرضا تو گروه بچه‌ها خیلی هاشون نتونستن وارد شن. چرا؟ هستش علیرضا؟ باندو چسب زخم بخریم که نه، ولی این کلاس همیشه شخصا منو به هم میریزه. حالا چیکار کنیم وقتی به هم میریزیم؟ من میدونم که این به هم ریختگی من موقتیه. اول از همه میدونم که یه کیفیتی در جهان وجود داره به اسم تخریب، یه کیفیتی در جهان وجود داره به اسم اینکه فرم ها دفرمه میشه و همه چیز در حالت نابودیه و من میدونم هر احساسی در حالت نابودیه. پس وقتی که اون احساس سر کلاس برام به وجود میاد، حس خشم نسبت به دیگران ندارم، حس غم نسبت به پدر مادرم ندارم، چون اونا هم دقیقاً همین زخم ها رو داشتن، اونا همون ناامنی رو داشتن که این ناامنی رو به ما دادن. پس طبیعتا من زنجیره زخم خودم رو قراره قطع کنم. وقتی من میخوام زنجیره زخم خودم رو قطع کنم، میبینمش، خودم رو در آغوش میگیرم. خیلی حرف خوبی زدی علی، گفتی اگر یکی احساس ناامنی کنه من سریع بغلش میکنم. حالا تو بزرگسالی چی کار میکنی برای خودت وقتی احساس ناامنی میکنی؟ بهت قول میدم از کسی دیگه حمایت میکنی. باز تو فکر اینی که کسی دیگر رو امن کنی. باز تو فکر اینی که چجوری همسر بهتری باشی. چون دوباره زیر این ناامنیه یه تله رها شدگی و بی‌ارزشی، ترس از اینو داری که اونقدری که باید خوب نباشی برای دیگران و دوباره خودتو تو یک چرخه باطل میندازی. درسته 100%. اصلا انگار مثل جادو میمونه طرحواره ها. وقتی حرف میزنی میگی این منم، بعد اونجا میفهمی چقدر دردآور و خنده‌دار. خنده تو که امروز هم سر کلاس با هم دیگه صحبت کردیم، یک پروسه اجتنابیه که از پدر به ارث بردی و توی این کلاس متوجه میشی که این اجتناب برای چیه.
بخندین، خوبه. واقعا به شکل نگاه کنین که تو مسیر رشدین. شعف و شادی رو گسترش بدین توی کلاس برای خودتون. کلاس سختیه ولی بعدش واقعا میبینین که یه سری رفتاراتون، یه سری باج دادناتون، یه سری اتفاقایی که تا به امروز تو زندگی از خودتون گذشتین برش میگردین رو خودتون و خیلی حس شعف و شادی داره. فقط ازتون خواهش میکنم که نمونین رو حس غم. دور باطل رو دیدی فریبا؟ آفرین فریبا، دقیقاً همینه. درست صحبت کن با خودت میترا. پروردگار رو سپاسگزارم که منو در مسیر رشد و تکامل قرار دادی. سپاسگزارم. پروردگار رو سپاسگزارم که به من اجازه میدی که به سمت پروسه تکاملیم برم. پروردگار رو سپاسگزارم که به من فضای درک رنجم رو میدی. پروردگار رو سپاسگزارم که اجازه میدی توسط ضدیت، اضداد، از شر به خیر، از خیر به شر پلی باشه، کانالی باشه برای وحدت، برای یگانگی. درست صحبت کن با خودت. چند درصد انسان ها میشینن خودشون رو اینجوری میکاون؟ کمک کنین بقیه آدم ها هم شروع کنن توی این مسیر هم، چون تنها راه نجات بشریت بچه‌ها گسترش نوره و شما متوجه میشین که درسته یه لحظه حالتون بده تو گروه، ولی بعد از این که کلاس رو ترک کردین یه ذره برون ریزی داریم، ولی بعدش اون حس شعف و شادی رو فرداش احساس میکنی. تو وجودی از خداوند، از نور خداوند، از عشق، از قدرت خداوندی. ترس چیه؟ از چی میترسی؟ از چه بچی میترسی؟ هر فرصتی که در زندگی داری زیست میکنی سهمته و توسط اون سهمی که داری فقط بهش فکر کن. فریبا با من باش، چند درصد زندگیت رو داری تو مسیر رشد میگذرونی؟ چند درصد؟ چقدر شوق گذاری از این که داری خودت رو میکاوی، از این که داری خودت رو دوست داری، از این که داری میفهمی اشتباهاتت چی بوده. چند درصد به خودت افتخار میکنی که جزو روح‌های رها شده نیستی در یونیورس؟ واقعا زهرا معجزه شوق گذاری زیاد. مریم تا موقعی که نبینی درمان نکنی، اتفاقی که میافته همین چرخه باطلی که بهت گفتم، دقیقا میبینی شبیه مادر میشی توی رفتارات، توی نوع در واقع ارتباطی که با بچه‌هات میگیری. اول باید ببینی، شفاش بدی، اون خشمت نسبت به اون رو بروز بدی، اون بخشی از رنجت رو ببینی تا اون شفای اتفاق بیفته برات. کلاس رو من خیلی دوست دارم، کلاس خوبیه و 100% هم بهتون قول میدم که مشکل بیسیک چاکرا تو کلاس طرحواره حل میشه. فقط خواهش میکنم همکاری کنین، تمرین‌های بیسیک چاکرا رو هم انجام بدین در کنار کلاس طرحواره. هفته دیگه در مورد طرحواره رهاشدگی صحبت میکنیم و هفته بعدش در مورد طرحواره شکست صحبت میکنیم. اونجا براتون کیس های متفاوتی که در کتاب جفری یانگ و در کلاس های آموزشی خودم کیس هایی که باز شده، بررسی شده رو براتون دونه دونه باز میکنم که به شکل یک درمانگر خودتون رو درمان کنین. بهتون یاد میدم که چه سوالاتی از خودتون تو طول هفته بپرسین و جواب سوالاتتون رو بدین، چجوری جواب سوالاتتون رو برای خودتون تحلیل کنین. سعی میکنم اون کلاسی رو برگزار کنم که در واقع انگار یک درمانگر داره روی یک مراجع کار میکنه، چون کلاس‌های طرحواره زیاده، میتونین برین ثبت نام کنین. کلاسایی که طرحواره درمانیه، من تمام تلاشم اینه که همونطوری که از ابتدا با هم اومدیم کلاس آرکیتایپ ها رو، بعد از آرکیتایپ ها که طرحواره رو درس دادیم، سفر قهرمانی رو، شما تحلیلگر بشین برای در واقع خودتون و نیاز به این داشته باشین که هر چند وقت یه بار هی چک کنین با آدمای دیگه، با یه متخصص که درست دارین تحلیل میکنه، آیا درست آیا درست نیست.
آره تبریک بگو به خودت. توی کلاس شما میشین درمانگر و انگار یه کیسی رو بروتونه و شما به پروسه درمان فکر میکنین که چه سوالایی بپرسم از خودم. یعنی دقیقاً اینجوری مثال بزنم، دیدین وقتی میخوایم هیلینگ کنیم خودمون رو روبروی خودمون تصور میکنیم، من میخوام به این شکل کلاس رو یاد بگیرین، انگار خودت روبروی خودتی و داری از خودت سوال میکنی. اگر سوالی نیست شب همگی بخیر.